من در سخنرانی‌های خود تکرار به تکرار تاکید میکنم که ملت تاجیک ملت فرهنگی است. زبان شیوای شاعری وقتی ما سخن میکنیم حتی شعر نمیخوانیم دیگران فیصل میکنن که ما شعر خوانده ایم. این ملت فرهنگی بودن ما شما را نشان میده. من امروز نزد شما اومدم که مینتداری خود را بیان کنم. ایجاد کنید، خوانید. عصری علم است، عصر تکنولوژیا است، لیکن برابری همه همین هر یک ملت را در عرصه بین المللی در دنیا پیش از نام بردار میکند، پرچم بردار میکند. این صنعت است، صنعت است، فرهنگ است.